بسیار مشکل شما ما جواب ندادم. من حق دارم که بکشم. جنگ و دعوا در کابینت اوزی. عروس 20 روزه 7 ماهه حامله‌دار برآمده است. دخترها، این برای شما عبرت بزرگی است. خوب اندیشه کنید که عاقبت رابطه های حرام همین خیل شرمندگی و رسوایی است. پدران و مادران عزیز، خوب مواظب دخترانتان باشید. زنا کردن و از زنا حامله شدن برای یک زن مسلمان گناهی بزرگ است. خیلی کار زشت و بدی است. شرمندگی یک خاندان است. البته هیچ کس زنا و زناکاران را طرفداری نمی کند، ولی در هر کار نباید از حد بگذریم. این نهایت بی‌غیرتی است که مرد گناه پنهانی همسرش را با تحقیر و اهانت نواربرداری کرده رسانه‌ای کند. در کابینت اوزی با تحقیر و اهانت ها شکم برهنه عروس را نواربرداری کرده ایستادند. با گفت خود زناکار را جزا داده ایستادند. ای بی‌غیرت دیوس، این کار شما جزا دادن نیست، این فقط شرمنده کردن است و خلاص. شما خیال کردید که عروس را شرمنده کردید، ولی شما خود شرمنده شدید. ای دیوسی بی‌غیرت، تو را که حق داده است که گناهی که خداوند ستر کرده پوشانیده بود آشکارش کنی. برای اثبات گناهش همین شکم دمش کافی بود و او هم این کار نکرده، نگفته است که من زنا نکردم. پس شرط نبود که او را نواربرداری کرده شکم برهنه‌اش را به نمایش گذارید و خاندانش را شرمنده کنید. باز این بی‌غیرت دیوس میگوید که من حق دارم او را بکشم. شریعت تو را حق نداده که تو او را بکشی. مگر کشتن یک انسان برای تو آسان است؟ تو حق داری که او را طلاق دهی و به خوبی از او جدا شوی. این شیوه مردان با غیرت مسلمان است. اما این کاری تو واقعا دیوسی و بی‌غیرتی است. در شأن یک مرد مسلمان نمیزیبد. تو را به خدا، همین خودت یگان بار زنا کردگی نیستی یا یگان گناه نکرده که الله ستر کرده باشد و شرمنده نکرده باشد. شما از اسلام و شریعت خیلی دور هستید، ورنه هرگز چنین رفتار نمی کردید. اگر این سخنان مرا قبول ندارید، حتما از علمای دین بپرسید که آیا شرمنده کردن کسی که پنهانی زنا کرده باشد در شریعت جایز است؟ شما انتظار باشید، چون این شرمندگی البته در خاندان شما هم می آید. چه رفتاری با دیگران کردی همان را می بینی. این را به یاد داشته باشید.